اومدیم با یک اسکای بلاک با امیر استار و محمد یکسان. امیر استار سلام بده. دوستان موضوع اسکای بلاک که خیلی قرار هیجانی باشه و دیدن شاید 100 تا 200 بار داشته باشه. خب بریم واسه ویدیو. واسه من اینجا رو بزرگترش کنم بعدش رو بستم جنریتور رو ساز باشه بزرگتر کنم. چوبه میکنم. اوی نزن چرا میزنی؟ گرم نیست از اینجا تا اینجا کافیه. اینجا رو بزرگ لطفا یکم اینجا بزرگ اینجا بده من بلاکایی بده من. یه پیککس بده من. بچه‌ها امیر استار یه کاری داشت الان اومد. بریم واسه ادامه ویدیو. اینجا که بزرگتر کرد اینجا من دارم بزرگ با یه کار میکرد بگم چیکار باید میکردی؟ کاری که میکردی باید زیر این برگا همین درخت میذاشتی حداقل بهتر بود. اینطوری اینجور سپلینگ اگر میداد نمیرفت تو گل. بذاریم دور این چیز بذارم. واaa لبه بودم. خب بیفت چه اشکالی دارم؟ دوباره میاد. نمیدونم فقط لبه بودم. بریم من بیفتم به فنا میریم. یه چوبایی بکن. اینجا میتونیم obsidian بگیریم. 10 تا obsidian دارم اونجا. اسم جنوبی رو همه داشتم بعدم همین آمده شد. و با اون سنگ و اسلب بسازیم بتونیم بریم بالا با همین چی اون جزیره. خب اینو اینجا میذاریم. 16 تا استیک میذاریم. ایران کرافتینگ تیبل بفرمایید. کرافتینگ ما کرافتینگمون آماده شد. بریم بقیه چوب هم بکنیم و تو رو هر کی که دوست داری یکی الو 2 تا سپلینگ بده. تمام. حالا با ما لد میکنه. نه 2 تا. همین که گفتم با ما لد میکنه الان داد بهمون. خب سب کنم برم یه پیککس بسازم. اگه الان اشتباه باشه یعنی من خودم رو میکشم. من فکر کنم اشتباه کردم. نه خیلی یه چیزی اون زیر چرا ویده؟ سپلینگ اون زیر چرا ویده؟ اشکال بعدا درستش به اینجا بایستا بکن برو زیر ترسونه راحت تری. یا سنگ بده یا سنگ بده. سنگ بکنم. یه دونه بده. سنگ گرفتم دیگه. یه دونه اینجا بذار. اینجا بذار خودت باید باشه. بذار اینجا سنگ اینجا بذار. یه دونه سنگ اینجا. آره باشم اینطوری راحت تره. خب نگاه کن باید سنگا رو اسلبشون کنیم. میدونم الان 2 تا من هول دارم. سپلینگ من یه دونه دارم. خواهی؟ من بدون میزنم 2 تا کاشترشون سنگاتو بده. سب کن 12 تاشو بده. نگاه کن کرافتینگ رو بذار اینجا بهتره. بذارش من یه فکر دارم. سنگ سوخت سوخت بعد وقتا هم یه سوزه دیگه. من بدم این سنگ رو بکن. بده من سنگ رو. کرافتینگ رو بذار جاش. باش سنگایی بده. نیفتن تو لابو بگیر. خب من این سنگای اسلب کنم. چوب داریم دیگه. چوب هم داریم عزیزم. راستی یه چیز داشت یادم میرفت. لایک و سابسکرایب. آره راست میگه. لینک چنل روبیکامون هم میذاریم داخل توضیحات ویدیو.
آره بریم اونجا میذارم. هم عضو بشین. هر روز قرار مودای ماینکرافتی بذاریم براتون. مثلا همین اسکای بلاک هم خواهیم بذاریم آره. یا مثلا وی نسوزی. تمام سنگ خیلی جاش عوض کنم. یه جاش رو عوض کنم. یه جاش رو عوض کنم. جاش بذارش اینجا. خونه میخوام موقع کندن چیز دیگه نکنم. یه وقت اینا فرنیس میخوایم. یه دونه سنگ اینجا بذار. سنگ زودتر زود میکنم. یه دونه اینجا بذار. اینو بکن. اینو بیا بالا. اینو بکن. اینو؟ آره. بیا. بس یقه نکن. حالا بکن. نه اونجا رو میکنم اشتباهی. اوه این خوبه. چیز خوبه. نشکن کلنگ. راستی جدید نه. به سنگایی بده. من سریع باید برم اونجا سنگایی بده. بریم. سب کنم یه پیککس برای خودم بسازم. بله. این پیککس. بود سری بده. بخش یه دونه بده همش بده. بریم پی کارمون. اینم 24 تا اسلحه دیگه. بریم که لاما به در نمیخوره. بذار لامایی بندازم. اینجا لاما هست باشه. تو برو سنگ بکن. با کلنگ چوبیت اول بکن و کلنگ چوبیت. نه با کلنگ چوبی میکنم. دارم میرسندش. بهترین فرم سنگ دنیا وجود ندارد. واکنش برادر. سنگ اینم میذاریم. یک کاکتوس هم میکنیم. بدم جزیره دیگه داخل این مپ نبودن. من 100 بار شده حداقل بازش کردم. جزیره دیگه نشده توش. خب پس بازی به درد چی میخوره؟ میفهمی؟ قرار چیزی باشه؟ احتمالی اگر جزیره وجود بفهمی داره و یه فرم ایکس بسازیم به درد میخوره. بیا نگاه کن من الان یه دونه کار خبرم میسازم. فرنیکس زیپا من نکن یه وقت. بدبختیمون طوری. این فرنیکسمون بود. بذار اینجا. وسایل سنگی میخوای؟ وایسا. میگه که این روش کرده. سب کن این بقیه رو سب کن فکر دارم. اسلب شماره بکنم اینا رو. خب چست چوبایی بده؟ چوب میخوای؟ بیا. هیچ ندارم. میخوای چی؟ یکم هم سنگ بده. 2 تا سنگ دارم. خب از اقای کلنگ تو بده برم سنگ بکنم. برو ککسه رو خودم هم سنگ احتیاجم. بذار من وسایلام رو بسازم. انداختمش و اشتر کلنگ رو واسه خودم بسازم هیچ ندارم. سب کن یه فکر دارم. اینو بده. برای یه چیزی از یه جزیره اومدم. چوبایی دارم میکنم. برای بکن. حداقل بذار اسلب بذارم زیرش که اپلینگاش بده.
کریپر میزنه. یه چست آوردم. چست مخوای آورده. یه دونه دیگه هم یه دونه دیگه هم چست بسازم. دابل چست. بذار چست بذار. دابل چست. خب صدای رو بلند کنم. ندرمون که جوره فعلا. هم؟ البته اگه فلینت پیدا کنیم ندرمون جوره. من دیگه چیز پورتال یا سطح بایستا درد که داریم میتونیم بذاریم برش تازه یکی هم بیشتره. ایران ها مثل اینگه نوتون وای نفتی که کرده هی بازم خیلی غریبی ها رابرت شبیه داشیاقی رابرت مرسی رابرت مرسی شبیه داشیاقی مرسی رابرت مرسی سنگ بپذیم اسمان باشم استون برای چی مونه؟ گفتم من بگو. همینطوری نه به من بگو استون برای چی مونه؟ همینطوری به من بگو دیگه استون برای چی مونه؟ همینطوری من سنگ میگم الله علم من بگم استفاده با من از هر باروری خوشم میاد بجز بارون مایکرافت گفتم تو لاوا باشی شانس آوردی حالا کلنگم وسیلات هستن کلنگ هم بود ولی تبرم دارم سلپ داری؟ نه ببخشید همین نهال نهالی شورتو دستم آفرین نهال دستم نگاه کن باید یک فرم درخت هم بسازیم نهاله نه بازدهی فایده اسپایدر جون بیا روش کمان یا من میافتم یا این میافتم معلوم نیم حواسش به خودم پرت میکنم یا نه آوردمش یا دنبالم بیزی معلوم بازم آوردمش دنبالم بود چرا انداختی؟ قابل نیتشو برداشتم سپیازه زدم خیلی شد چجوری خیلی شد ها من بگو اینو میبریم اینجا اینم اینجا چی شد؟ رد و برق باید حالا فرض کن کریپرم اینجا بود بعد رد و برق شارژی می‌خورد به شد. کریپره اون وقت واکنش ما یپی زومبی میشه داره آرمورش ازش منم کمک کن وایسا بده من یه زامبی هم داره میاد یه زامبی هم داره آرمورش ترکیدم بذارش توش است بعدم بدرد بابا ترکیده اشکال نداره نه فهمدم من انداخت پایین انداختی پایین بعدم به درد غذا من خودم میرم او زامبیه میکشم چون که هیچی ندارم اینجا رو یه فکر دارم میتونی با هم نشتیش کنم انداختمش پایین
کنه غذا رو بگیم بذار توش هست بچه هست نیست بذار توش کلنگی تو بده من سنگ فرمی درستی کلنگ سنگیه خیلی رادمی میگم الانسی تا الان ویدیو 15 دقیقه شده خب یعنی ما یه 10 دقیقه دیگه هستیم ما 25 دقیقه بده خب بده کلنگ بده سنگ میکنم سیدی بگیر فقط شکرم بیا کلنگ بگیر یا من اینجا برم دورترش کنم فقط اینه بزنم اینجا رو دورترش بیا اینو واسه من بردارم چی؟ هم جفتت زد دقیق جفتت بودم به تا الان 2 بار مردم یکیش از لاوا یکیش هم من 0 بار نه یه بار بعد اینجا محمد 10 تا استون محمد بیا آفرین یا من یه کاری کردم بینم الان من موندم دیوار میخوایم چیکار کنیم بکش اینجا نیفتی لاناس بابا اینقدر رد و برق نزن چقدر بگم رد و برق حالا من که به ناش دارم میگم اینقدر رد من میبرد مثلا من الان میخوام بگم به ناچ بیا رد و برق ناچ میگه ایرانی بده نه دیگه به سیگویدی بهش میگم البته اگه سیگویدی بلد باشم بیا اینجا چی بخواد؟ چی بسازم؟ دیوار بساز دیوار؟ 12 تا دیوار من اینجا دست در نکنه پیککس منو برداشت آوارم من خب این تا اسلر داریم همه خدای شال خوش شد برای بچه من یک کاری داشتم دوباره آمدیم تا بیا این اسلب اضافه رو اینجا بیا بکن الان بودو بیا هی اسکلتون باشه حواسش پرت کنم که بیارم بهش میگه نه بیا وایسا میخواستم یه چیزایی بهت بگم حواسش پرت کنم چرا پرتش کردی لازمش داشتیم اینجا میشه فارم ایکس پی نگاه کن یه فکر شدم اسلب خب بیا بذار من برم سعی میکنم کلی اسلب بسازم هیچی به من نگو تا من سعی میکنم تو هر کاری دوست داری انجام بدم میخوای برو نهالایی بکن میخوای هر کار کن ولی به من کاری نداشته باش که من میخوام کلی اسلب بساز حداقل 2 استک اسلب نه دیگه 2 استک و فضای داخلی اینجا رو حفظایی یک شو اینجا میذارم یک شو اینجا به درکی احتیاج داریم بکن یه چیز ماپ پیدا کردم شپیرم میزنم یه فکر دارم بابا من میخواستمش
چی شد؟ خیلی بدی. واسه من 54 تا اسلپ خوبه. بده بذار بده خودم من برم درستش کنم. تو بدن نیستی. یه فکری به غذامونم باید بکنیم ماما. میدونم. میام اینجا. باید یه فکری بکنیم. 2 تا هدف قرار داشته باشیم. اونم چیه؟ کنیم پورتابلی. این 2 تا هدف اینن. یکی ساخت فارم XP و اون یکیش ساخت فارم درخت. الان 21 دقیقه است داریم الان پلی میدیم. سوپر. آره 21 دقیقه است. برو کنار کن. دیگه بسه. سر خدافزی میگیم. وایسا 25 دقیقه بشه. من فرم ایکس بی درست کنم. غذامون نمی فکر کنم شده. آره دیگه بعدا فکرشو چی؟ بعدش میریم یه ویدیو دیگه هم بگیریم. اوکی؟ آره دیگه واسه فردا دیگه. داشتم وید میشدم. نه بیا سوم ویدیومونم حداقل بگیریم واسه امروز. این چند تا ویدیو میگیرن اصلا؟ شو 22 دقیقه. منم دیگه دارم تمام میکنم. فقط بیام یکم سنگ بکنم. مطمئنم ویو خوبی میره. میشه یه ثانیه پیککس همون بگیر. میگم پیککستون میدم برو واسم سنگ بگم. بیا. خب میخوای نداره. از اینجا دیگه رکوردش کن. رکورد بود. یه چیزی بگم. اگر آب بخوره بهش تبدیل میشه به obsidian، اما اگر بارون بخوره بهش چرا تبدیل نمیشه به obsidian؟ عجیب. منطقی چیه؟ فکتی که واقعا منطقیه. خب شکست الان سنگ بگم ساخت 10 تا سنگ. من یه دونه من میخوام با کاکتوس سطل اشغولی بسازم. اشغول چیه؟ سطل قول. کمک. نه کجایی؟ بچه کمک نمیخوام. اسلب میخوای؟ گوشتم رفتم خلابه. اسلب میخوای گفتی؟ نه که اسلب برو چی؟ اسلب نخوای همه بیوار سب کن. ای افتاد دست کاکتوس یه سال آب بینایت میخوای. آب بینایت هم 2 تا آب میخواد. بسه من یه قبارم پایین چک کنم. اینجا یه بدراک هست. میخوای بدراک حتما بکنی. اسکولی ها نه بولک
رفتم چرا به طلوع کرد. آقا امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. 2 ثانیه دیگه. خب خدافظ. خداحافظ تا ویدیو بعدی که میشه